سلام بچه‌ها، خوش اومدیم به ویدیو دیگه با من. امروز اومدیم فن خنک کننده PS5 با آنباکس کنیم. بریم که آنباکسش کنیم. از دست سونی. Wow, such a good out. عالیه عالیه. بچه این پشتشه، این 3 تا فن داره دیگه. یکی اینه، یکی اینه، یکی اینه. اینم میره تون چاک PS5 جای همین هست دیگه. آره چی بهش میگن؟ اینم دکمهشه خاموشه. بچه باید PS5 بهتون روشن باشه تا این کار کنه. این از اینم دفترچش که تقریبا هیچکی نمیخونش. اینو باید جا بزنیم اینجا. چیه میگی قصد؟ خب بچه ها اینم از رنگشه که RGB رنگش عوض میشه. کلن 7-8 تا رنگ بیشتر نداره. خب بچه ها امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. بچه ها اگه از این سبک ویدیوهای گیمینگ دوست دارین، بچه ها اگه این ویدیو رو بالای 5000 تا لایک برسونین، من پایه استند RGB برای PS5 هم رو میخرم. تا ویدیو بعد، بای.